عادت دارن بگن کسی. منظور اصلا فرشاد بدبخت شدم. موشی بالاخره پیدات کردم. اینجا چه کار میکنی؟ میخواستم سورپریزت کنم. واسه چی 2 تا نسکافه خریدی؟ این یکی مال توه. عزیز دل. قربونت برم. راستی دوستامو بهت معرفی کنم. کیارش از بهترین رپرای ایرانه. متاسفانه تا حالا 8 بار خودکشی کرده. برکلا. آخرین خودکشیش امروز صبح بوده و ما 2-3 ساعت پیش از بیمارستان آوردیمش اینجا. دوست دیگم باران شمیمی. اون یکی از بهترین ترانه‌سراها و شاعرای حال حاضر ایرانه. واقعا یکی از بهتریناست. و یک استعداد شگرف در زمینه تئاتر، مهسا صدف. خیلی خوب. آخه این تا هفته پیش اسمش مهسا بود. جان چهارشنبه هفته پیش بود. صبح که از خواب بیدار شدم فهمیدم که از این لحظه به بعد دیگه اسم من صدفه. هیچکی حق نداره منو مهسا صدا کنه. خیلی باحال. چیز نسکافه می‌خوری؟ رنا ازت خیلی واسمون گفته بود. میگم یه سوال، باران اسم دختر نیست؟ نه اسم دختره؟ نه باران اسم دختره؟ نه من یه ترانه گفتم شما نشنیدی. میگه که باران بوزید و زمین بارور شد. بارور مذکر دیگه. نه من یه دستشویی برم با اجازت.